اینا پشمک حاج عبداللهه، ولی خب اینطور نیست. اینا موهای سر منه. بله درست شنیدید، اینا موهای سر منه و اینایی که الان دارید میبینید موهای آفرویی که خب حالا قبلا من رو سرم داشتم. سلام علیکم، من سانازم. خوش اومدید به چنل یوتیوب خود سانیکس. میخوام براتون تعریف کنم از اتفاقی که بر من افتاد بابت رنگ و دکولوره موهام. قطعا ویدیوهای قبلی منو که ببینین، حالا چند تا نمونه از عکسام اینجا براتون میذارم. این عکسی که حالا دقیقاً دارید میبینید دقیقاً عکس قبل از حادثه است. یعنی موهای من این بوده که حالا تبدیل شده به اینا. خب این الان کل موهای منه که توی این پلاستیک. واقعا نمیدونم چجوری جمله بندی کنم. الان از این اتفاقی که افتاده حدود چند روزی میگذره و من طی این چند روز فقط درگیر دادسرا، دادگاه، پاسگاه، کلانتری و این چیزا بودم. بله، از این خانم شکایت کردم بابت این بلایی که سر من آورده و خب حالا آخر ویدیو حتما کلاهمو بر میدارم که ببینید چه بلایی سر کف سرم آورده، چه بلایی سر موهام آورده، موهام چی شده و اینکه این کلاهم دیشب درست کردم همراه با مامانم و حالا قراره که برم و موهام رو کوتاه بکنم، به خاطر اینکه موهایی که الان روی سر من هست خب کاملا سوخته. الان میخوام بریم همون آرایشگاه خانم مهربونه که موهای الیو هم یه بار کوتاه کرد. الان میگم بار سومه که میخوایم بریم پیشش. با ما همراه باشید دیگه. این اتفاقات تلخ رو هم کامل با جزئیات حالا براتون طی این ویدیو تعریف میکنم. چون الان من میخوام برم تو. خب مامانم خیلی بهم گفتش که کلاً موهاتو نشونه کسی نده و اینا، ولی خب تا کی میتونم خودم منو دنبال میکنم. میخوام برم تو کلاً موهامو کوتاه کنم دیگه. سلام. حالتون خوبه؟ سلام. من میخوام الان بهتون تعریف کنم دقیقاً چه بلایی سرم اومده پروین جون که الان اومدم سراغتون رو میخوام موهامو کوتاه کنم. اصلا یعنی اگه بدونید چی شده، چه بلایی به سر من اومده، خدا شاهد خون گریه میکنه. یه خانومی بود، حالا ما هم آشناییت هم با این داشتیم. بعد آرایشگر بود و این آرایشگر هنوزم هست، یعنی نه که بود، آرایشگره و اینکه توی یکی از سالن‌های رنگ‌آمیز معروفم کار میکنه دیگه. حالا من با این کانکت شدم و اینا قرار شد که موهامو برای من کامل دکولوره کنه. خب موهای منم شما میدونید دیگه، حالا غیر اینا حالا ویدیوهای دیگه‌مو دیده باشید، موهای خودم تا اینجا بلنده. حالا به روایت تصویر موهای من اینه، این خود موهای منه. دقیقاً روز قبلیه که اتفاقاتی که میگم برای من افتاد و همون عکس بیفوره که حالا ما گرفتیم که مثلا این بیفورشه، حالا بعدش هم افترش. عرضم به خدمت شما خانومه به اصرار خودش، حالا پیاماش هم یه جوری بهتون نشون میدم که حالا ببینید. حالا اینجا هستش رو شکایت کردم ازش و اینا، ببینید دیگه چقدر کار بیخ پیدا کرده که من ازش شکایت کردم. من اصلا آدمی نیستم که بخوام دیگه، میدونید جایی که حالا من چند تا ویدیو دیگه هم ساختم، طرف حالا سهون بوده، چشمم عفونت کرد، همه گفتن برو ازش شکایت کن که مثلا این کارو نکردم. گفتم حالا خب اون خوب میشه. حالا مثلا نگاه کردم دکتر رفتم و اینا گفتن آسیب آنچنانی نیست، جزئیه، حالا دیگه کثیف بوده دیگه لوازمش و اینطور دیگه. من الان میخوام چیزی که اتفاق افتاده رو بهتون نشون بدم. این کل موهای منه، این کل موهای منه. چقدر گریه کردم به سرتون میزدیم. ما الان از جمعه تا الان این اتفاق افتاده، ما اصلا خواب و آروم و آسایش نداریم. اینقدر اصلا واگذارش کردم به خدا، از خدا خواستم که چوبشو بخوره. یه بلایی خانم سر من آورد، یه بلایی خانم خدا شاهد سر من آورد. خیلی ها سر ویدیوهای مثلا ناخونکاری و اینا به من گفتن تو فیک میسازی، تو اینطوری، تو اونطوری. بابا به خدا اینجور آدما وجود دارن. چرا فکر میکنید نیستن؟ اینجور آدما هستن، وجود دارن. ببخشید همونایی که میان تو کامنت ها برای من فوش مینویسن، خب اون همون آدما کسایی هستن که توی جامعه ما داریم باشون زندگی میکنیم. همین خانم اومد به من گفت چی؟ بیا من خونه شما، به اصرار خودش گفت بیا من خونه شما
موهاتو دکولوره میکنم، مواد بگیر، اینطور کن اونطور کن. خدا شاهده 7 میلیونم من پول مواد دادم. 7 میلیون مواد خریدم که حالا میخوام نشونتون بدم چه بلایی سر من آورده. ببینید خداییش این بلاییه که سر من آورده. من از این خانوم شکایت کردم. این تمام کف سر من این خانوم زخم کرده. ببینید چه بلایی هست، هنوز زخماش هنوز هست، میتونم بهتون نشون بدم. بچه‌ها ببینید خودتون نگاه کنید، هست همچین آدم‌هایی وجود دارن که همچین بلا با جون آدم‌ها بازی میکنن. من کل موهام الان کشساره، اینطور میکنم موهام میاد پایین، تمام از ریشه داغون شده. الان یه پام شده دادگاه، یه پام شده کلانتری، یه پام شده پزشکی قانونی. این بلایی بوده که سر من آورده. الان من کل موهامو کچل کنم، یعنی یه کاری با من کرده. ولی چی بگم؟ اثر زیبایی دخترمو از دست داده. انشالله خدا ازش نگذره. اگر بچه دار شد میدونی مادر چقدر عذاب کشیده. من میبینم دخترمو این شکلی، ببین اصلا صبح که از خواب بلند میشم گریه میکنم، جلوی این نمیکنم که میگم جونگیش داغون میشه. اینقدر ناراحتم. خداییش ببینین بچه‌ها، من ازش شکایت هم کردم. شکایت که بکنی رضایت بگی من از خونش رو نمیدم، خونم رو نمیدم. خب حالا من برگ شکایت رو کامل براتون میذارم که نیایید بگید دروغه، اینطوره اونطوره. این خانوم من نمیدونم چه خصومت، نمیدونم واقعا خصومت شخصی با من داشت یا چی. از این جهت دارم میگم خصومت شخصی داشت که این خانوم مامان من که وقتی وکیلم گفت که تو دیده که موهات زیبایی چیز داره، به خاطر همین این بلا رو میخواست سرت بیاره که تو مثلا زیبا نباشی. سوء قصد داشته که این کارو کرده. قاضی بازنشسته است. این خانوم مادرم رفت بهش گفت که مثلا چرا این کارو کردی؟ فکر میکنید به مادر من چی گفته؟ خوب کردم. بعد طی این همه روز نه یه زنگ به من زده نه عذرخواهی. ببخشید الان با موتور به یه نفر میزنید، میره آدم میگه آقا بیا ببرم دکتر، بیا این کارو کنم، 4 تا کمپوت برات میگیرم، گل برات میگیرم، معذرت. من دنبال معذرت خواهی این چیزا نیستم. من دنبال اینم که چرا این کارو با من کردی. طرف فکر کرده الان من منبع درآمدم وابسته به موهام، وابسته به یوتیوبه. واقعا خدا شاهده منبع درآمد زندگی من نه یوتیوبه نه وابسته به این چیز. چون نه من کارم مدلینگه، نه کارم اینه که بخواد فقط درآمدم از یوتیوب باشه. درآمد یوتیوب بچه‌ها به خدا الانی که من شروع کردم اونقدری نیست. کار من، شغل من تو بازار طلای آب شدم، تو بازار مسکوکاتم، تو بازار اینام بچه‌ها. اصلا شغل من ربطی نداره به این. ولی خب این خانوم، حالا من نمیدونم سر حسادت بوده، سر من نمیدونم چی بوده که این بلا رو سر من آورده که آخرم با وقاحت تمام میگه خوب کردم. واقعا نمیدونم چی بگم، زبانم اصلا قاصره. حالا اومدم اینا رو برای من کوتاه کنین. یه بلای سر من آورده این چند روز. انقدر گریه کردم. در هر حالت خوشگلی. ممنون. ولی خب ولی اب نداره. جیگرم خون شده. تمام چتاشم اینجا موجوده. من همه رو پرینت گرفتم که من اینو میخواستم. این خدا شاهده. آره بچه‌ها این بلایی بوده که سر من آورده. تمام صورت من حساسیت شده. تست حساسیت گرفتیم. 7 میلیون پول مواد دادیم. خدا شاهده از ساعت 3 بعد از ظهر این مواد دکولوره رو گذاشت روی موهای من تا ساعت 11:30 شب. هی بهش میگفتم خانوم بیا نگاه کن. خانوم بیا نگاه کن. زن من تا از 3 صبح بعد از ظهر تا 12 شب چه خونه مردمه. بلایی بود که این خانوم سر من الان آورده و واقعا زندگی من مختل شده، زندگی مادرم مختل شده. واقعا انقدر گریه کردم اصلا اشک چشمم خوش شده. خداییش بچه‌ها این موهامو دست میکنم با زخم میاد پایین. بیا نشون بده. این همین زخمیه که الان به سر من بود میاد پایین. تو رو خدا با جوونیتون مثل من بازی نکنید. همین رنگا اگر از این رنگایی نبود که رنگی که گرفتم، رنگ دکولوره که گرفتم ایتالیایی بوده، یعنی اگر از این ایرانیا بوده تا الان کل پوست سر من ور میومد. من رفتم 4 تا پزشک تو پزشکی قانونی دیدن منو، گفتن واقعا تمام پوست سرت افتضاحه. واقعا کاربلد بود.
بوده؟ کار بلد بوده خب، ولی نمیدونم چرا این کارو کرده. حس نکرد یه ببینه مو در چه حالتی هست. تو که در هر حالتی خوشگلی، ماشاءالله کم نداری، با همین موی کوتاه هم زیبایی 100 برابر دیگه. شما واقعا لطف دارید نسبت به من، ولی من الان قصه اینو میخورم که چرا یه نفر باید با زندگی من اینجوری بازی کنه. لزومی داشت. من آخرش شک کردم که این زیاد خونه ما بود. تایم آره تا از 3 بعد از ظهر تا 11:30 شب. بابا نیم ساعت یه دفعه ما بو رو تست می‌کنیم. کشکن یا آره. کسانی نشده باشه فلان. دخترم با وکیل صحبت کرد. اتفاقا الان وکیله، قبلا بازنشست قاضی بوده که بازنشست شده، الان خودش رو وکیل کرده. خودش شما شک نکردی دختر خانم که این همه تو رو سرش بوده؟ نمی‌دونسته بچه. چطور بخل اون موها رو بده؟ اصلا انقدر مواد مونده روش، بوی بد گرفته. پوسیده سر خود منم همین بوی میده، خیلی بده. شما اینا موهای بچه منه. ببینید که مادر چی کشیده. من اصلا روز شب گریانم فقط واگذارش رو کردم به خدا، به اون الله، به اون مکه‌ای که رفتم. اگر نتونه بخوره انشالله. بچه‌ها اینم دیشب ما درست کردیم. حالا نگاه کنید، کار دستی من و مامانمه. خودش ببینین خلاقیتو. این موها هم موهایی بوده که از اینجا ریشه به سر من وصل بوده. حالا توی ویدیو ناخن‌کاری پارت 1 کامل کلاه هم برداشتم، میتونید ببینید. موها کارش خوب بود به نظرت؟ موها الیافه ها. ولی خب حالا باز عکسشو براتون میذارم نگاه کنید. الان اینو با خلاقیت خودم درستش کردم دیشب. با کمک مامانم داریم کلاه مویی درست میکنیم. خواهید موها رو به این صورت میدوزین. البته مامان آره دوخته بعدش میچسبونیم به کلاه. خیلی هم خوبه. خیلی خانوما میتونن همین کارا رو کنن تو خونه و درآمدزایی کنن از این. رو بالشی گلگلیتون رو برمیدارین. این چی یعنی مامانای دهه 40 و 50 سر انگشتشون هنر میباره. من اصلا بلد نیستم با این کار کنم. 10 ساعت خونه منتظر بودم مامانم بیرون بیاد تا اینو درست کنیم. حالا این همون موهایی بوده که رو سر من بوده و خب دیگه جداش کردم و خب گفتم حالا که این مو هستش و حالا هم که این بلا سر من اومده دیگه ازش استفاده کنم. که حالا استفاده کنم. قربونت برم عزیزم. پروین جون واقعا اشتباه کردم. من باید همون رنگ و دکولور رو می‌آوردم میشه شما بر من انجام بدین. الان مامانم خودش داره اینجا موهاشو رنگ میکنه. گفتیم دیگه حالا ما بیایم کوتاهی. مامانم گفت منم میخوام رنگ کنم. زیر پاش نشست، توی قصدی داشته زیر پاش نشست که من بیام. خیلی تعریف میکرد از خودش. با این خانم هم یه آشناییتی داشتیم. خب سر همون آره من بهش اعتماد کردم، ولی خب این بلا رو سر من آورد. حالا من میخوام شما برای دیگران شما همین رو که دارید عنوان میکنید، یعنی بچه‌ها حواسشون باشه هر جایی نرید یا حداقل خودتون حواستون باشه. هی موهاتون رو بگید تست کنید. به خدا هی تست کردم، هی میگفت نه چون من بار اولم نبود که دکولوره میکنم. من اصلا پایین همین موهام کلش دکولوره بود، ولی خب این بلا رو سر من آورد دیگه. حالا من میخوام شما موهامو نیم سانتی کوتاه کنید دیگه. کوتاه چون همین موها الان شما خیس کنید خودتون متوجه میشید خیلی کشسانه. شب میخوابم میچسبه به بالش به خاطر اینکه سوخته. الان من واقعا حالا حجاب و اینام ندارم، یه خورده ادیتور برام سانسور کن، ولی خب چون زیبایی نداره از نظر مراجع تقلید و اینا من پرسیدن اوکی، ولی خب زیبایی نداره الان واقعا. هی سرم میخوره. الان چند شب پشت هم دارم کورتون مصرف میکنم، داروهای ضد حساسیت مصرف میکنم که فقط این التهابات و اینا، این زخمایی که روی سرمه بهتر بشه. ولی خب نمیدونم خیلی هم بدنم گور میگیره به شدت زیاد به خاطر این مواد شیمیایی که روی سرم بوده این همه ساعت. آره واقعا بچه‌ها من میتونستم این ویدیو رو ضبط نکنم، ولی خب اینو ضبط کردم که بدونید مثل من تو دام این جور افراد نیفتید. خدا شاهد هست از این بلا نسبت این جمع و بلا نسبت آرایشگرهای خوب کشورم و کل دنیا هستن آرایشگرانی که اصلا نه کار بلدن، فقط و فقط اعتماد به نفس دارن و اینکه میخوان کارشون رو گرم. و خیلی الان مطمئنم تو همین کامنت ها هستن آدمایی که مثل من این بلاها سرشون اومده. آره بسیار
ولی خب از خودشون شونه خالی میکنن. ولی چون این موضوع با سلامتی بدن، روح و جسم من و بدن من بازی کرد، من ازش شکایت کردم و گفتم ازت نمیگذرم به خاطر بیشتر و بیشتر گریه های مادرم. انقدر من مادرم جلوم گریه کرد، انقدر جلوم گریه کرد که نگو. دیگه اشکم اصلا نمیاد که اینقدر گریه. 3 روز من دارم گریه میکنم. یا اینو بزن چه آدمه بالاخره به چی خودمه. به هزار آرزو اینقدر دلم میخواست که مثلا رنگ کنه. باید گفتم که وقتی رنگ کردی بلوند کردی آرایش کن، روش بزن، من بیام ببینم مثلا ذوق بکنم. وقتی دخترم چه خوشگل شده. به خودش هم حتی گفتم صدام کنین من بیام بالا. وقتی که صدام نکردن من آخرا شک کردم. موقعی رفتن خونه که همین آرایشگر چیکار کرد؟ رو پله ها پچ میکردن که به مامانت نگو. اگه به مامانت بگی دیگه من تو خیلی خجالت میکشم. اگه دخترم یه کار اشتباهی کرد، اگر به من میگو من همون لحظه 110 تلفن میکردم. من میدونید خدا شاهده دلم به حالش سوخت. خب گفتم این الان خانومه، چرا الان باید ساعت 11:30 شب 110 بیاد خب و بخواد ببرتش بازداشتگاه بمونه تا تکلیفش معلوم بشه. گفتم اون دلش به حال من نسوخت، ولی خدا شاهدم، خدا باید دست رو قرآن میذارم که من دلم به حالش سوخت. گفتم خانوم نباید بره نصف شب تو بازداشتگاه بمونه تا تعیین تکلیف بشه. گفتم ولش کن، حالا هر چی که هست فردا. خدا هم به دل مهربونت نگاه میکنه. ولی مثل اینکه حماقت کردم، چون خانومه خیلی پرروه. چی بگم؟ درست میشه، همه چی درست میشه. این زخم هم خوب میشه یه خاطره. البته اینم بهتون بگم بعضی از جاهای سرم پزشکی قانونی گفت ممکنه که کلا دیگه موهاش در نیاد و الان به من برای بهمن ماه نوبت دادن برای معاینه مجدد پزشکی قانونی که ببینن چند درصدش دیگه در نمیاد. حالا مامان من همینجوری داره گریه میکنه. چند درصدش دیگه در نمیاد، طبق اون حالا خسارت و این چیزا براش تعیین کنم. ولی من دنبال این خسارت نیستم، من دنبال موهای خودمم. من این خسارت به چه دردم میخوره؟ اصلا بیان دیگه یه آدم کاملا به من بدن. خب چیکار؟ مو میشه برای من، به خودمون نمیشه. قطعا این موهایی که الان در بیاد با اون کیفیت قبلی دیگه در نمیاد. مامان منم نگاه کنید، همش گریه نکن دیگه مامان. همش با مامانم گریه میکنه سری تون. گریه نکن دیگه. بگو چی قرمز شد نکن دیگه ماما. من خودم اصلا روح روانم به کنار، هر ثانیه آروم کردن مامانم به کنار. مامان دیگه نکن. کلاگیس میخرم باشه. این کلاگیس نگاه کن اینجا پر کلاگیسه. ماما نگاه کن. ماما میری 6 تا بچه براتون میاره. ماما نگاه کن اینجا پر کلاگیسه. اینا رو نگاه کن، نشون بده. اینا رو قرض میگیرم باشه. هر روز جلوی تو با اینا میچرخم. خوبه؟ بگیم یه سال دیگه بیاد. ولش کن. گیه نکن شوهرش نمیدیم سانازو. انشالله دستت خوب باشه. همونطور که برای الی خوب بود. تا موهای الی رو کوتاه کردیم سریع موهاش در اومد. بچه‌ها واقعا ببخشید فیلم هم اعصابتون به هم ریخت، هم خب گریه کردیم. اینا من واقعا عذر میخوام زیادم صحبت کردیم، ولی خب بچه الان خداییش موهای منو ببینین، کش میاد، کش سانه، میبینید کنده میشه. نگاه کنید. من الان قصد نداشتم این موها رو بزنم، ولی خب باید بزنم. اونم به خاطر اینکه این موها دکتر گفتش که نمیتونی. ببینید کنده میشه دوستان. با زور کنده نمیشه. این خود لیز از دستم میاد. نگاه کنین. کنده میشه. خاطر همین دیگه من مجبورم که اینا رو کامل از بین ببرم. حالا این تونیکایی که میزنم به سرم و اینا جواب بده دیگه، چون اینا خیلی ناجوره. نمیدونم والا، من دلم نمیاد تو خیابون به گربه پخ کنم، ولی خب یه نفر دلش میاد با یه آدم دیگه همچین کاری. احتمالاً کاربلد نبوده. حالا کوبه میخوای دوره دیده باشه هر جایی. نمیدونم والا. آخه کاربلد نباشه مگه میشه؟ دیگه اینو همه میدونم. 7-8 ساعت. ممنونم عزیزم. 7-8 ساعت شایدم بیشتر بخوای دکولوره رو سر کسی نگه داری؟ کل آرایشگرا میگن که 1 ساعت بیشتر بمونه مو میسوزه. اصلا مو شسته میشه دوباره شارژ میشه. باید اینطوری باشه. من میخوام نیم سانت باشه، یعنی همش بره. سخته؟ راحت نیستی؟ نمیشه خانم زیاد کوتاه. من میگم زیاد کوتاه. نه مامان باید کوتاه کنم. نیم سانت انقدر باشه. چون که
میخوابم رو بالش میچسبه، اینطوری میچسبه با کلم بلند میشه دیگه. مجبورم فعلا با کلاهگیسی که کار دستی درست کردم. اینجا همه زخمه، خیلی موام داره از بین میره، چی داره روش لیز میخوره انقدر کشسانه. خیلی آسیبش شدیده. حالا من خیلی از خانوما رو دیدم این رنگی موهاشون چقدر قشنگه و اینا، ولی نمیدونم چرا برای من اینطوری شد. بچه بودم موهام دیگه انقدی بود. من خب بچه بودم مامان و بابام همش کجلم میکردن، گناه داشتم. حالا همچین مامان من خیلی بچه‌ها که قدیمی نبودن. همین دیگه، من که قدیمی نبودم، چرا این کارو کردین؟ آره دیگه من قدیمی نبودم ولی صاحب من که قدیمی. منم تا بچه بودم همیشه کوتاه. من یه بار فقط ماشین زده بودم سواش. نه ماشین نه ولی کوتاه همینطوری. فکر کنم مامانم میرفت به آرایشگر میگفت کوتاه‌ترین حالت ممکن. نه من کچل بودم، بعد میرفتم کوچه خب بازی کنم، دخترم با بازی نمیگم، میگم من پسرم. گناه داشتم، تروماهای کودکی میادم اومد. اصلا خونم پشتم آرایشگره، ماشاءالله یه ذره از تو بلندتر گذاشته. آره الان که خیلی مده. آره الان ماشاءالله. دخترای موکوتاه تو کامنت ها حتما قلب بذارن که من بدونم من تنها نیستم که قصه نخورم. چی بلای سر دخترم بود؟ خداوند ازش نگذره جمع برودی. کارما وجود داره مامان، کارما جوابشو میده. که کائنات میزنه. بزنه که خودش من نفرینش نمی کنم خب، ولی این کائنات ولکنش نیست، چون این انرژی که به ما وارد کرد، انرژی بدی که به ما وارد کرد، این همه غم و غصه‌ای که به ما متحمل کرد، قطعاً یه جایی از توی زندگی خودش میزنه بیرون. اینجا کلا ریخته بوده. می‌بینید بعضی‌ها یه من کارش نمی‌تونستم بکنم، به موی مشکی رسیده، یعنی موی مشکی تازه جوونه زده بیرون. کار قیچی نیستش، کار همون آرایشگر قبلیه. نه اصلا برو تیکه‌ای کشه. آره کار اونم نیست، خودش کنده شده. کنده شده دیگه. آره خودش کنده شده. چاینم از موهای من خیلی باهاش ارتباط برقرار کردم، شاید باورتون نشه. پروین جون دست درد نکنه، خیلی قشنگ شد واقعا. من گفتم اگر قراره که بیام و موهامو کوتاه کنم، الان یه سری تو کامنت ها میگن تو با این آرایشگاه قرارداد داری. با به خدا نه قراردادی هست نه چیزی، از بس این خانم گله و انرژیش مثبته، گفتم حتما با دوباره بیام پیشش. و اینکه الی قرار رو دوباره موهاشو کوتاه کنه همون استایل قبلی، و اینکه گفتم منم خب همینجا اینو انجام بدم. مامانم این وسط گفتش که منم میخوام موهامو رنگ کنم، گفتم خب چه بهتر دیگه. هممون اومدیم اینجا. بچه‌ها حالا نمیدونم شما تو کامنت ها بگید از کلاگیس استفاده کنم یا نکنم. حالا دیگه این شکلی شدم من، رو سری قشنگه، اینجوری میاد بهم، میاد خدایی میاد. خب مرسی، ممنون، مرسی واقعا از انرژی مثبتی که به من میدین. من تو دلم هنوز آشوبه، الا اشکال نداره. بگین میگن چی، خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. مرسی که میدین منو تا اینجا دیدین، کلی عاشقتونم. خدافظ.